معنی چیه؟ رهبری در ارتباط. ما قراره هم کانسپت رو یاد بگیریم هم تا یه حدودی تجربهش کنیم. شده لیدر خسته نباشید شاکریم. خوش اومدی عزیزم. خسته نباشین همگی. Welcome to base camp Alamku. This is just the base camp. جوجه است این استراگانوف جوجه کباب سوپ و اینام داریم ولی الان دیگه بچه‌ها گفتن می‌خوایم شام لایت بخوریم دیگه اومدیم. یه آقای وجود داره به اسم کریس وارنر که ایشون هیمالیا نورده، کوهنورده. یه آقای دیگه هم وجود داره به اسم دانش مینک. های آلتیتود لیدرشپ کانسپتی از لیدرشپه، یه جور لیدرشپه که بر اساس الهام گرفتن از شرایط پیچیده کوه که به نظر من خیلی شبیه شرایطی که ما تو ایران توش زندگی می‌کنیم. فردا ما می‌خوایم یه صعودی رو انجام بدیم که هدف ما از این صعود اینه که شما توی اون دنجرا با تیمتون نیفتین. یعنی اینو تمرین کنید. الان چقدر اومدین؟ 1 سوم به راه اومد. خب الان 1 ساعت رو دیگه وقت داریم. 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه وقت داریم. من احساس غرور میکنم. عالی بود، عالی. اگه تنها بودم هیچ وقت موفق نمیشدم. ولی مثلا محسن نظرش این بود که خب اصلا چرا بریم انقدر دور بزنیم، از همون ابتدا همین کوه روبرو رو بریم بالا، با اینکه شیب بیشتری داشت و ما نمیدونستیم که ته اون مسیری که داریم بریم کجاست. نه گراویتیه اینکه این کش شماره دیگه از یه جایی به بعد دیگه فقط می‌خواستیم که اکثرا برسیم به قله. رسیدن به قله برامون خیلی اهمیت داشت از نظر همه که ما باید بریم قهرمان بشیم. اینو دیگه قبول میکنه این هدف دستیافتنی نیست. این خیلی شجاعت میخواد. همون بحث اقوای قله توی همینه. مسیر لیدر شدن هم شبیه همین مسیر کوهنوردیه که ما رفتیم. یه جا خستگی داره، یه جا کلافگی داره، یه جا آسیب داره، ولی مهمه که بری و بعد که به قله میرسی میبینی که چقدر لذت بخشه و چقدر خودت میتونی افتخار کنی. یاد گرفتم که باید از مرز توانایی هایی که برای خودم تعریف کردم و خودم رو توش محدود کردم باید رد بشم. الان همه آموزشمون در فرضیات در قالب پرکتیکال یا عملی شد و ما حس بهتری نسبت به اون فیدبک آموزشی داشتیم. هیچ موقع ضعیف‌ترین بدترین نیست و میشه دستمون ضعیف‌ترین آدم‌ها رو گرفت که اونا رو موفق کرد. واقعا کار گروهی رو اینجا حس کردم. حالا شاید تئوری خونده بودم، خیلی هم روش فکر کرده بودم توی محیطی که با نماینده و ویستوراش کار میکنم، ولی هیچ وقت اینجوری حسش نکرده بودم که چجوری یه تیم کار گروهی میتونه به موفقیت کشیده بشه.